سلام به رفقای عزیزم، خوش اومدید به اسپورت ایکس ری. خب بریم برای ویدیو امروزمون. فقط قبلش میخواستم ازتون واقعا تشکر بکنم بابت تمام حالا حمایتی که کردین. دمتون گرم. یه ویدیو ریاکت دیگه داریم، بریم با هم دیگه ویدیوهاشو ببینیم. امیدوارم که ویدیو خوبی بشه و خوشتون بیاد. خب اولین چیزی که دارم میبینم تصویر اول فینال جام جهانیه. فینالا برو بریم. من عاشق این اسکالونی شدم واقعا. و این پاس فوق‌العاده است و دیماریا تمام. بعد ببین ریاکشن مربی رو، ریاکشن رو ببین. اصلا انگار نه انگار تیمش مثلا تو فینال جام جهانی گل زده. اصلا این آدم واقعا ببین فشار عجیبی روش بود، خیلی فشار عجیبی روش بود. بچه‌ها من یه ذره صدای ویدیومو کم کنم. داشتم گرم شدم. فشار عجیبی روش بود. بعد من حالا روزی که این بازی رو دیدم داشتم همش بخوام فکر می‌کردم که این داشت تو ذهنش اون لحظه چی میگذشت، داشت به چی فکر می‌کرد، داشت چی رو برنامه‌ریزی می‌کرد. ولی واقعا عالی بود. بریم برای ویدیو بعدیمون. یوسین بولت افسانه‌ای. Usain Bolt can be as relaxed as he is. The three fastest 100 men of all time. 9.6 Usain Bolt, 9.7 چقدر خفن. سه تا از سریع‌ترین مردای تاریخ تو فینال المپیک. چه خیلی تاریخی شد. 9.6 9.7 9.7. بریم ببینیم مسابقهشون چی میشه. This is history already. The moment of truth comes. This is the moment for the three fastest men to prove. واقعا کی سریع‌تره؟ بریم ببینیم. چقدر عجیب. یوسین بولت برعکس بقیه حالا فینالا زود از حالت استارت بلند شد. چه فاصله‌ای. 9.58 9.58 رکورد فکر میکنم المپیکو زد، رکورد خودشو زد. و اینکه حالا اینو بهتون میگم، یوسین بولت معمولا حالا مسابقاتشو دیده باشین میشه گفت سریع ترین انسانیه که رو کره زمین زندگی کرده. 9.58 معمولا توی استارت ها مثلا ما الان دو تا دونده در نظر بگیریم. این یه دونده عادی، این یکی یوسین بولت. دونده عادی از استارت میاد میره، حالا با هم دیگه شروع کنن. یوسین بولت میاد این میره، میبینی انقدر فاصله میفته، یهو یوسین بولت میاد میگیرهش رو رد میکنه. اینجا برعکس شد. یوسین بولت خیلی از روی حالت استارت زود بلند شد و شروع کرد به دویدن. فوق العاده بود. کاش که دوباره میشد مثلا اینا اتفاق بیفته، چون فکر میکنم حالا دیگه ما نمیتونیم یه همچین رکوردایی رو ببینیم. خب بریم برای ویدیو بعدی. توضیحاتش اینه که پذیرفتن اشتباه نشانه ضعف نیست، بلکه یکی از روشن‌ترین نشانه‌های بلوغ فکری و عاطفی است. چی میشه داستان؟ از اول ببینیمش. خب چه جالب. این دختر توپو شوت کرد. توپ مثلا اینکه حالا خورده به حلقه یا خورده به تخته، برگشته داشت میخورد تو سر حریفش. توپا برگردون ولی این فکر کرد مثلا سرشو تاچ کرده. بعد دوستاش جلوشو گرفتن، چند دقیقه بعد رفته عذرخواهی کرده. جالب بود. کم پیش میاد حالا من عذرخواهی اینجوری تو بازی‌ها ببینم. جالب بود. برو بریم یه هندبال دیگه. من میدونم بچهای هندبال خیلی به من لطف داشتن، دمشون گرم. من خودم عاشق این ورزشم. حالا یه چیزی که بهتون میگم جالبه، نگفته بودم تا حالا بهتون، من خودم مربیگری هندبال دارم. فکر میکنم سال 95 96 بود اگه اشتباه نکنم. حالا اگه یه موقعی فرصتش پیش اومد کارت مربیگری من براتون میذارم. من خودم عاشق این ورزشم. یه سری از دوستا حالا سر ویدیو قبلی فکر میکردن که من نظرم اینه که هندبال ورزش آسونیه، ولی خب من میگم من خودم مربیگریشو دارم، میدونم این چه سمیه هندبالیستا بازی میکنن. بریم ببینیم چه خبره. زمانی که بدون دروازه‌بان بازی میکنی.
نه بابا. باریکلا خیلی خوب بود. داشتن اگه اشتباه نکنم اینا مال آلمانن، دارن با دانمارک بازی میکنن. 2 تا عقبن آخرای بازیه، یعنی بازی 60 دقیقه‌ایه دیگه. یه 3 دقیقه و 2 دقیقه و 2 ثانیه دارن یه جورایی دارن پاور پلی بازی میکنن. پاور پلی هم تو هندبال هست هم توی فوتسال اگه اشتباه نکنم. نمیدونم فوتبال ساحلی هم هست یا نه. اگه کسی اطلاع داره کامنت بذاره. دروازه‌بان رو از بازی میکشن بیرون، یه بازیکن هجومی اضافه میکنن، میرن برای حمله کل تیم. حالا توپ افتاد دست دانمارکیا، داشتن از راه دور گل میزدن که سوپرمن is here. یه بار دیگه ببینیمش. واقعا no problem. خیلی خوب بود. باریکلا. نگم براتون از ویدیو بعدیمون. این کسی که دارید این ورزشی که دارید میبینید پرش با نیزه است. اول یه شات اوت به آقای ربانی و شهروز بنیادم. آقای ربانی که خب مربی تیم ملی دو میدانی بوده، من خودم شاگردش بودم، به شدت آدم دوست داشتنی و خفنیه. شهروز بنیادم هم که قهرمان تیم ملی بوده، رفیق خیلی صمیمی، دوستش دارم، از همین جنبت سلام میکنم، دلم برای تنگ شده. خب بریم سراغ کارمون. این آقایی که دارید میبینید اسمش دوپلانتیسه، الان اسم کوچیکش رو یادم نمیاد. این به طور جد یه هیولاه، واقعا یه هیولاه. اینی که الان داریم میبینیم ورلد رکورد شماره 13 این آدمه. 13 تا ورلد رکورد داره به اسم خودش. حالا جالبش اینه 6 متر و 29 سانتی متر، یعنی از زمانی که من این ویدیو رو ساختم تا الان که داریم با هم حرف میزنیم 1 سانت دیگه هم گذاشته رو ورلد رکورد خودش، یعنی 14 تا، اگه اشتباه نکنم 14 تا ورلد رکورد به اسم خودش داره. از سال 2020 داره رکورد میزنه. قبل از این آدم یه آقایی بود به اسم لاوینلی فرانسوی، این دوپلانتیس سوئدیه. اگه اشتباه نکنم لاوینلی 6 و 14 پریده بود، از 6 و 14 تا 6 و 30 رو دوپلانتیس زحمتشو کشیده. بچه‌ها خیلیه ها، 6 متر و 30 سانت عمودی خیلیه. حالا بریم ببینیم داستان چیه. اینجا دوستمون میاد و نیزه رو میکاره و به به، اثر هنری رو ببین، قوس رو ببین. حالا این 6 و 29، وای وای، یک کینگ کنگی هم زد برامون. بچه ها این من خب میگم، من اگه اشتباه نکنم 20 سال 21 سالم بود که حالا باشگاه آفتاب انقلاب بچه های دو میدانی میشناسن، تمرین میکردم. میگم هم آقای ربانی هم شهروز دوستای خیلی خوب من. البته اگه اشتباه نکنم یه دوست دیگه ای هم داشتیم، خانوم مهسا میرزا طبیبی، اگه فامیلشون رو نمیدونم، خانوم مهسا که حالا رکورددار بانوانن، و ارشیا نمیدونم یه چند وقتی فکر کنم مسابقه نمیده. پسر اگه صدامو میشنوی بمب استعدادی، ادامه بده، مطمئن باش که حالا هر اتفاقی که افتاده رو من نمیدونم دقیق واقعا، هر چی هست بذار کنار، به کارت ادامه بده، مطمئنم موفق میشی. و اینکه من خیلی بچه‌های نیزه رو دیدم، میگم حالا خود محسن ربانی عزیز پرشش رو دیدم، به شدت این کار سختیه، این رشته به شدت سخته، به شدت اصلا واقعا میگم یه اثر هنریه. دمشون گرم. امیدوارم که مدال بردناتون ادامه دار باشه. بریم سراغ ویدیو بعدی از یه بیلیارد 8 باله. این کوچولوه چه پهن زمین شد، جالب بود. بریم ویدیو بعدی. مرحوم کوبی برایانت. چقدر ناراحت. داستانش الان براتون میگم. خب اوکی، اولی تشکر بکنم از این دوستمون ترپ فریم. من نمیشناسمشون ولی کاری که انجام داده بودن فوق العاده بود. دمتون گرم، من این ویدیو رو از شما دانلود کردم.
داستان از این قراره که کوبی برایانت اسطوره NBA، اسطوره لیکرز، میخواد با یه خانومی ازدواج بکنه. خانواده‌اش مخالف این ازدواجن و انقدر این مشکل جدی میشه که پدر کوبی تمام فصل نمیاد یکی از بازی کوبی رو هم ببینه و این زمانیه که حالا کوبی با لیکرز قهرمان NBA میشه و اگه اشتباه نکنم این جایزه MVP اون فصل NBA بود، یعنی بهترین بازیکن سال NBA که انقدر فشار روحی روی کوبی زیاد بوده که حتی گرفتن این جایزه هم خوشحال نمیشه. بریم ویدیو بعدی. یه تکوالیه دیگه. من عاشق این بازی ام آقا، من عاشق این بازی ام. چقدر هم حرفه‌ای ان. والیبال رو میز پینگ پونگ. یه جوری برد بالا، منم حس کردم الان اسپک سنگینی میزنه. خب بریم ویدیو بعدی. هندبال ساحلی. فکر می‌کنم توپش یه ذره جمع و جورتر باشه. چه فیکی داد، منم گفتم زد ضربه رو. دایره بال برسه. بود جالب بود. خب بریم برای ویدیو بعدی. تور فوت گلف. ببینیم چیه. دوتا مدل ضربه زدن رو داره آموزش میده. ضربه زدن با انگشته پا، سر دادن. اوه یه جوری قیافه گرفت، این فاصله رو راحت میشد زد. این یکی چیه؟ داخل پا. یه جوری دارن راجع به این موضوع حرف میزنن انگار واقعا کار. بذار من یه دقیقه صبح. برندینگ همینه ها، برندینگ واقعا همینه. 20 نفر وایسادن دارن عکس میگیرن، بعد یه فاصله 5 متری رو طرف با بغل پا میزنه. به جرئت بهتون میگم نمیره. دیدی؟ دیوید بکام خدا حفظش کنه از 70 متری تیرک رو میزد، اینجوری قیافه نمیگرفت. من نمیدونم اسم این ورزش چیه. یه بار دیگه از اول بریم ببینیمش. من نمیدونم اسم این ورزش چیه ولی خیلی برام جالبه و این اگه کسی راجبش چیزی میدونه به من بگه. من میدونم که این جزء ورزشه که تو آمریکا و کانادا گند زدم. اینو که داریم میبینیم تیم ملی سوئد. البته خب احتمال داره کشور دیگه هم داشته باشه ولی فکر میکنم تو آمریکا و کانادا بیشتر طرفدار داره. ببینیم چی میشه. این انگار فیک داد به این داره گل شد. عجب فیلمی بازی کرد. تو اصلا دست اولیه بود هنوز ولی ضربه‌ای با دقتی زد. جالب بود. خب بریم سراغ ویدیو بعدی. این هم نمیدونم داستانش چیه. خیلی حالا هیجان انگیز نیست حقیقتا برای خود من ولی این هم دیدم که تو آمریکا خیلی طرفدار داره. یه توپیه با یه ابزاری میگیرن و برش میگردونن. بعد نمیدونم مثلا چی میشه که امتیاز حساب میشه. قطعا فکر کنم دوبار بخوره زمین حساب میشه دیگه. ولی باحالم هست یه جورایی. آره دراپ شات زد. جالب بود. خب بریم سراغ ویدیو بعدی. توضیحاتش اینه که هر ضربه‌ای که میبینید فقط به بدن نمیخوره، به آینده میخوره. این چه کاریه داری میکنی؟ خیلی رفتار اشتباهی بود. ببند دهنو ببند. اصلا ادامه نده. اصلا بلشونه نمیبینی. اصلا نداریم برخورد فیزیکی واقعا دیگه الان نداریم. دختره داره گریه میکنه بنده خدا. بعد طرف با 70 سال سن داره اینجوری مربیگری میکنه. خب اصلا راضی نیستی از عمل کردش بشونش رو نیمکت. کتک زدن نداره که. بعد حالا خوبیش این بود که اون دوستش داشت ازش حمایت میکرد. خیلی چی بگم، بعضی موقع اینجوری میشه. بریم ویدیو بعدی. دوباره دارم دوپلانتیس رو میبینم.
توضیحش اینه که یه پسر بچه با نیزه اینجوریه که اینو من فکر می‌کنم آره اینو خود صفحه المپیک شیر کرده. اینجوریه که یه قهرمان ساخته میشه. از این سن باباش وایسه بالا سرش بسازدش. حالا صرفا باباش منظورم نیست. بله البته الان میگم دیگه شده 14 تا ورلد رکورد. حمایت خیلی مهمه. بابا باریکلا من اینو میبینم لذت میبرم واقعا پریدنش. واقعا اگه برادری دارید، خواهری دارید، فرزندی دارید که نیاز به حمایت داره تو ورزش و میبینید استعداد داره، واقعا حمایتش کنید، پشتشو بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نمیدونم چقدر شد، امیدوارم طولانی نشده باشه. خودم خیلی ازش لذت بردم. بازم دمتون گرم که همراه هم بودید. دکمه سابسکرایب یادتون نره، لایک، کامنت. امیدوارم که به زودی ببینمتون. دوستتون دارم. خدا نگهدار.